سگومت بخدا سگومت خوب عزیزان دل اینجا دهه الاک بود. ای بیا سلام دوستان عزیز، حالا ما قرار داریم در ناحیه فیض‌آباد و تصمیم گرفتیم که به دهه الاک ناحیه فیض‌آباد برویم و موضوعات سیاحی آن، امکانات سیاحی آن را معرفی نماییم و به شما نیز پیشنهاد نماییم. ما را همراه باشید. رفتیم. دوستان عزیز، حالا قرار داریم در دهه الاک ناحیه فیض‌آباد. خب در این دهه‌ای که حالا ما اومدیم و می‌خوایم که یک سیاحت داشته باشیم و از همان هنرهایی که در اینجا رشد کرده است و هست آگاه شویم و بهره بریم. پیش از این همه یک سوال به میان میاد که دهه الاک چه عجوبتی داشت که ما را به خود کشید، به اینجا آورد و خواستیم که یک برنامه تهیه نماییم. به ما خبر دادند یک چند جایهای تاریخی و روایتی و اعتقادی هست در اینجا و از روی اون تصورات که حالا ما یگان بار به این دهه آمدیم و شنیدیم، واقعا یک مکان افسانه‌ای است. بیایید با هم میرویم و تجربه میکنیم و میبینیم. رفتیم. خب دوستان عزیز، حالا ما روانه هستیم به خانه استاد عبدالستار که اون کس از دستشون بسیار هنرها میاد، مثلا دوتار تراشی و دوتار سازی و بعدا طبق تراشی و دیگر هنرهایی که خاصی همین موضع های کوهستان هستند از دست اون نفر میاد. حاضر میرویم و مهمان میشویم. دوستان عزیز، امروز قرار داریم در یک گوشه واقعا هم سیاحی و واقعا هم تماشابابی تاجیکستان دهه الاک ناحیه فیض‌آباد و وقتی که کسی نمیخیل در داخل هنر و هنرمندی وقتی که مینشیند و نمیدونم تماشا میکند یک چیزهای دست ساخت رو که دستی گلدستی انسان میسازد، یک چیزهای واقعا جالب رو بسیار لذت فضا است و راحت بخش است. قبل از آن که با خود استاد هم صحبت شویم، بعضی چیزهای جالبی رو اینجا میبینیم و واقعا هم کس را به یک صنعت بزرگی انسانیت تماشا میکنیم و وادار میسازد که واقعا هم کف کنیم، کف افتخار کنیم که اینقدر انسانیت دستی گلدست دارد و دستی ماهرانه دارد. انا همین گونه قاشق ها و دیگر چیزهایی هستند که یعنی با طلب زمان در همین شکل ساخته شدند. یک طرفشان نقش قاشق را و طرف دیگرشان باشد نقش چنگک را باز میکند که این برای ما بسیار جالب است. و پهلوی دیگر این همین دو تورای هستند که در هر شکل شما میبینید امروز در نزد ما قرار گرفته است و میتوانسته باشم فکر میکنم سخن از زبان لقمان خوش است و باز یکی برای بسیار معمولی مردمی است که چمچقه هم کشد، قصاب کشد و در همین راستا با خود استاد عبدالستار اینجا صحبت داریم. خب چه حال هوا دارید بابای استاد و چگونه تا حال نیز به این کار مشغول هستید و چه لذت دارد کار کردن با همین گونه اسباب ساختن و بلندتر از این نمیدونم نواختن یک اسباب؟ شکرانه که من دوران من دموکراتی من دوره آزادی جناب به همه ما آزادی داده است
یعنی فرموده است که هر کس چی هنری که دارد صرف کند. اصلا من استای کسبی نبودم و نیستم. من 50 سال از فن متماتیک معلمی کار کردم در همین مکتبی رقم 11 همین دهه ایلاک کار کردم. 50 سال فرزندان خلق تربیت کردم. انا بابای رساندم. شاگردای ما به حد بسیارند در حتی مسکو و در لنینگراد و در یکاترینبورگ و در تمام گویم که روی دنیا کار میکنن، زندگی میکنن، فخر میکنن. آنها ما را فراموش نمیکنن. هر زمان ما را یعنی زنگ میزنن، انا با میندارگی هم میکنن، رحمت هم میگوین. بس سر کردم همین. اول قشقای ها بابگی و خیلی تراشتم. انا خیلیم. انا خیلیم. تحفه دادم. خیلی اینا تراشیدم. هر کس هم تحفه دادم. من هیچی فروختگی نیستم. خب دوستان عزیز، این دوتوری که حالا در دست استا میبینید، این دوتوری است که کشاده میشد و برای باز همون مشکل نبودن برای بردن به جای بسیار موافق بودن، لای بودن برای یک جا گرفته بردن. همین گونه یک ساخت دارد که کشاده ایستادن، یعنی از هم جدا می شود و همون حجمش خردتر می شود و به کجایی که خواهید گرفته میبرید حاضر یک بار نشان میدهد. ما تا این وقت همین چیز رو ندیده بودیم و واقعا هم جالب شد که شاید کمی تشویش هم باشد، لیکن خواستیم که همین چیز رو شخصا بینیم، با چشم خودمون بینیم و که این چگونه شکل دارد، چگونه کشاده می شود و چی همون خوبی دارد. و چون میکشیم در همین شکل پیدا میشد اسباب، یعنی که میتونیم در یک جزدان باشد و در یک جایی که موافق است و مطابق است جای کنیم و بعدا با دل خود جا سفر کنیم و سیاحت کنیم نمیدونم و بسیار لذت دارد. همون بالا یک تپه باشد یا بالا یک کوه باشد که همین خیلی در یک جزدان گیری و روی و بعدا نوازی و اگر باز همون هنری سرود سراییدن داشته باشی سرودش رو هم سرایی و واقعا جالب است. و این چنگک ها یا خود ویلکایی که میگیم از کجا فکرش پیدا شد که بعد همین خیلی هم سازش شد؟ بعد همین وقتی که خروگ میخوردم همین قطعی می آوردن، انا با همین خروگ میخوردم با چی میگن؟ پیاز گشنیش میگن فرون سلات خوریش آوردن خیلی با قاشق گرفته خوردن کمتر مشکلتر. گفتم انا این طرفش اگر همین طرفش اگر چی باشد شاخینچه باشد به نهایت چی میشود؟ بهتر میشود. انا بعد خیستم اینش رو ساختم، خیستم قاشق تراشیدم این طرفش شاخینچه کردم برای سلات خوردن. بعد گفتم که یکی به یادم رسید که همین خیتایی ها و یپانی ها و همین بیشتر با همین دو چوک میخورن، نه که همین رول تو نایمو رو بسیار به همین شاخینچه ها خورده میتونن. اگر اهنگو باشه اهنگو ببینن خوب خریداری میکنن.
زنده باشند مردم دهکده ها و زنده باشند مردم کوهستان ها که اینقدر دل بزرگ دارند، اینقدر چیره دست هستند و گل دست هستند که اینقدر صنعت و فرهنگ را ساختند و بنیاد کردند و آباد کردند. خب چنین هوای آرام و آسوده و البته یک هوا و یک فضایی که واقعا میتواند یک فرزندان فرزانه را به وی رساند و تربیت کند، محض از همون طبیعت بهشتواره و بهشت‌آسای وطن نازنین ما گواه است. و پس از صحبت با استای دهه ایلاک، یکی از استای نامدار که چون به دهه وارد شدیم، هر کس در قدم اول نام اون کس گرفتند، استاد عبدالستار نامی تاریخی و توصیفی. اکنون میخواهیم از دیگر موضوعهای دهه ایلاک یک سیر کوتاه داشته باشیم، بعدا راه گیریم جانب دوشنبه و جزئیات بیشتری سفر ما را، خاطره رنگین صدایی ما را میتوانید از موج 147 FM از رادیوی تاجیکستان بشنوید و همزمان از سامانه رادیوی تاجیکستان میتوانید پیگیری نمایید. و دوستان عزیز، حالا ما در مسجد جامع و مسجد مرکزی ناحیه فیض‌آباد قرار داریم. مسجد جامع دهه ایلاک که کلانترین مسجد فیض‌آباد به حساب می رود و در اینجا یک چند گوشه‌های تاریخی هست. در آن مقبره را که شما می‌بینید از این پهلو مقبره حضرت بزرگوار عنوان دارد و بسیار از بزرگان به زیارت این موضع می‌آیند و دیگرش برادر حضرت بزرگوار داملا عبدالرحیم جان که قصه‌اش هم در بلالکه گذشته است، داملا شیخ اسدالله، اینجا مقبره ایشان است و این دو مقبره نیز از آن شهادت می‌دهند که در برابر اون که یک موضع سیاحی، یک موضع دیدنباغ و یک موضع زیباست دیار ایلاک، در برابر این همون موضع‌های روایتی، موضع‌های تاریخی، موضع‌های اعتقادی نیز در اینجا موجود می‌باشند.
پس از یک تماشای بسیار خوب و پس از یک سیاحت بسیار زیبا و خاطرمان از دهه ایلاک ناحیه فیض‌آباد حالا راه گرفتیم جانب شهر دوشنبه نازنین. تا برنامه‌های دیگر، تا سیاحت‌های دیگر شاد و پیروز باشید. تا درود دیگر، تدرود.